عمیر ابن ابی وقاص. اسمش رو آروم بخون. آروم. انگار داری اسم یه بچه رو صدا میزنی، نه یه رزمنده. 16 ساله بود. 16 سنی که هنوز صدای مادر از صدای شمشیر قوی تره. سنی که دستها هنوز بوی بازی میده، نه بوی خون. روز جنگ بدر، وقتی مردها صف کشیده بودن، وقتی نیزه ها سایه انداخته بودن روی زمین، وقتی مرگ نفس میکشید، عمیر پشت صف قایم شده بود. نه از ترس مرگ، از ترس اینکه پیامبر خدا او رو برگردونه. برادرش دیدش. گفت: عمیر، چرا خودتو پنهان میکنی؟ سرش رو پایین انداخت. چشمهاش خیس بود. گفت: میترسم رسول الله منو کوچیک بدونه. میترسم اجازه نده. میترسم شهید نشم. ببین، یه بچه 16 ساله نه برای زندگی گریه میکنه، نه برای برگشتن، نه برای نجات، برای شهادت گریه میکنه. وقتی رسول الله خدا نگاهش کرد، دل پیامبر لرزید. اما قانونه، سنش کم بود. فرمود برگرد. و اینجاست که آسمون شکست. عمیر گریه نکرد، جیغ نکشید، اعتراض نکرد. فقط شمشیرش از دستش افتاد و گریهش بی صدا، اما اونقدر سنگین که انگار زمین طاقت نداشت. دل پیامبر خدا طاقت نیاورد. اجازه داد. عمیر رفت. با قدم‌های کوچیک، با بدنی نحیف، اما با قلبی بزرگتر از تمام میدان بدر. و چند ساعت بعد بدن 16 ساله‌ای روی خاک افتاده بود. بی حرکت، آروم، سبک. انگار دنیا براش زیادی سنگین بود و آسمون صداش کرده بود. عمیر ابن ابی وقاص نه فقط شهید شد، شرمندمون کرد. ما چه از زندگی میترسیم، او از زنده ماندن. اگر از این سبک داستان‌ها خوشتون میاد، کانال ما رو سابسکرایب کنید.